بیشترین اجر در رمضان زنان دارن. چرا؟ افطار اینا تهیه میکنن، سحری اینها تهیه میکنن، تربیت اولاد اینها میکنن و همه کارها رو اینها انجام میدن. در ضمنش نماز و تراویح و تلاوت قرآن و ذکر و تسبیح و تهلیل هم انجام میدن. پس خیلی اجر داریم. یک کاری که در رمضان انجام میدیم افطاره. دوم سحری. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه سحری کنید که در سحری برکته. وقتی انسان بلند میشه در نیمای شب، وقت ترک بلند شوید، 2 رکعت نمازم بخونید، ولو اگر وقت ندارید 2 رکعت تهجد بخونید، همون هم کافی است. دعا بکنید، وقت قبولیت دعای شبخیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در وام دوست پرواز کنند. هر جا دری بود به شب در بندن، الا در دوست که به شب باز کنند. دروازه های رحمت الله در شب باز. نیمه های شب بلند شد، هم سحری، هم تهجد، هم راحت بودن. سومین